عقل و تدبیر ما ساخته تربیت روح و معلوماتی است که تا امروز اندوخته ایم. اگر بخواهیم بر عقل و تدبیر خود بیافزاییم، باید از فردا معلومات بهتر و بیشتر کسب کنیم. با عرض سلام و احترام بی‌پایان به شما بیننده های عزیز تلویزیون تاجیکستان، نشر نوی برنامه رواندرمانی را پیشنهادتان می‌داریم. امروز به سوال‌های شما پاسخ می‌گویند روانشناس محمدالله دولتов. طول هفته سپری گردیده یک قطار بینندگان با عنوانی برنامه رواندرمانی سوال‌های خود را ارسال نمودند که عین زمان من آنها را یکایک می‌خوانم و به همه آنها روانشناسی ما پاسخ می‌گویند. آغاز می‌کنیم. گلی 21 ساله از شهر پنجکین می نویسند که من معیوبم. سخنهای طعنه‌آمیز برادرم غمگینم می کند. هرچند کوشش می کنم به سخنهایش اهمیت ندهم، اما نمی شود. خسته شدم. چیکار کردنم را نمی دانم. خواهش می کنم کمکم کنید. یکی از مسئله های مهمی که در عائله امروزی تاجیک نیز حل خودش می خواهد، این موجودیت اشخاص معیوب در عائله است و طرز معامله و معاشرت نمودن با شخصانی یعنی امکانیتشان محدود یک مسئله به شمار می رود که اعضایان خانواده یک طرز معاشرت نمودن را نمی دانند، یعنی یک معلومات معینی را ندارند. بنابراین وقتی که با آنها یک نوع معلومات معین داده شود که شخص معیوب همچون یک شخص آسیب پذیر بی‌واسطه دانسته می شود و او پسیخولوژی دیگر را صاحب شده است، بعد معیوب شدنش تغییر شخصیت او به عمل می آید، او بحران معینی واقعا پسیخولوژی را از سر گذرانیده است، یعنی تغییر خلق، اطوار، رفتار و حالت سیستم عصبش به عمل می آید و مناسبت علاهیده را می خواهد و از سبب اون که اهل خانواده و در حالت داده شده برادر که به واسطه نمی داند، به خبر است از این خصوصیت های معین پسیخولوژی شخصانی معیوبیت داشته، بنابراین مناسبت را چه نوعی که با دیگرها می کنند همان طور به واسطه براه می ماند و این یکی از همون کمبودی ها است که در بین واقعا برادران یک نزاع، یک واقعا دلخنوکی به وجود می آید و این بر رفت معاشرت آنها خلل ایجاد می نماید. از این نقطه نظر باید یک کمبودی امروزه از همین عبارت است که متخصصان علاهیده می بایست که با عائله هایی که در آنها کودکان یا که فرزندان دارای معیوبیتند کار بکنند و با اهل خانواده طرز مناسبت کردن را با این خیل کودکان واقعا یاد بدهند و مشاهده های سالهای آخر هم نشان میدهند که بسیار کودکان شخصی اشخاص معیوبیت داشته، یعنی کودکان دارای معیوبیت در خانواده ها از آنی که این آن اعضای خانواده معیوبیت دارد، بعضا فرزندان خانواده و بعضا کلانسالان خانواده اب نمیدانند که آنها را به جامعه وارد سازند، آنها را به مراسم های گوناگون و جشن های گوناگون موجوده مانند دیگر کودکان سالم ببرند، آنها خوشحالی کنند. قسمت معین این کودکان در خانواده، در کنجک خانواده، در کنج خانه نگاه داشته می شود، یعنی شعاع آفتاب را نمی بیند که آن درمان بخش است، روشنی زیاد را نمی بیند، جامعه را نمی بیند و در یک شرایط محدود نگاه داشته شدن. این خیلی و این را از نقطه نظر پسیخولوژی زورآوری می گویند، یعنی حقوقهای کودک را پایمال کرده ایستاده ایم. چرا این کودکان نخوانند؟ چرا این کودکان مانند دیگران خرسندی نکنند؟ چرا آنها مانند دیگران در جشنها اشتراک ننمایند؟ پدر و مادر شرم نکند که فرزند من معیوبیت دارد، برادران و خواهران شرم نکنند که معیوبیت دارند،
بگذار سری دست میبرند یا در عرابچه های مخصوص میبرند، بگیرند و بیبرند و قطار دیگر آدمان در معرکه این آن اعضای اشتراک بکند و آنها خودشان را نیز همچون اعضایان کامل حقوقی همین جامعه احساس کنند. انسان برای به دست آوردن صبر و بردباری و همین طور رسیدن به حکمت و دانش سودمند باید سرد و گرم زندگی را بچشد و از امتحانات زیاده سربلند بیرون آید. نفر دیگر می نویسند که شبها در خوابم گپ می زنم. آیا این یگان بیماری است؟ خواهش میکنم در این باره برایمان معلوماتی بیشتر دهید. این شخص روزانه با بسیار انگیزه های گوناگون سخت تاثیر روبرو شده است و این انگیزه ها آثار خود را در سطح پوستلاخ معاینه سر وابسته به سطح قوه تاثیر، درجه قوه تاثیر آثار میگذارند و شبانه که انسان باید آرام باشد، یعنی معاینه سر استراحت کند و از نقطه نظر فیزیولوژیکی یک نوع بازداری معینی سطح پوستلاخ معاینه سر صورت میگیرد. مرکزهای گوناگون سطح پوستلاخ معاینه سر، مرکزهای حرکتی، مرکزهای نطقی باید در حالت بازداری باشند، نه در حالت هیجان، ولی یعنی آرام باشند. ولی متاسفانه همین انگیزه های سخت تأثیری که واقعا آثار خیلی سخت را گذاشتند، هنگام خوابروی همین انگیزه ها بیدار می شوند و از نقطه نظر قانونیت های فیزیولوژی پهن می شوند و این قانون را قانون ایراداتسی می نامند، قانون پنشوی تاثیر در سطح پوستلاخ معاینه سر و رفتن مرکزهای گوناگون سطح پوستلاخ معاینه سر را ناآرام می سازد و از آن جمله مرکز نطقی را و شخص وابسته به همین به اختیار در هنگام خواب همین مرکز نطقی واقعا به حرکت می آید، یعنی در حالت هیجان می شود، ناآرام می شود و انسان به گپ زدن آغاز می کند و این به اختیار صورت می گیرد. از همین نقطه نظر این معنا را دارد که این دوام منطقی فعالیت حیاتی سطح پوستلاخ معاینه سر است. روزانه چنین حالت ها بود و شبانه این حالت ها البته تأثیرش وجود دارد. بنابراین هر قدر که ما توانیم که خوابی چقر رویم و امکان نشود که این مرکزهای معین سطح پوستلاخ معاینه سر در حالت بازداری شوند، همان قدر آرامی و استراحت معاینه سر تأمین می‌گردد و در حالت داده شده چطوری که اشاره کردم مرکز نطقی است و انسان در حالت این مرکز نطقی به اختیار صحبت میکند، به اختیار گپ میزند، مصاحبهش پیدا میشد که روزانه با وی مصاحبه کرده بود و ضمن آن نزاعهای سخت صورت گرفت، سخنهای سخت تاثیر داده شد، اثر گذاشت و یک ادامه منطقی مصاحبه روزانه او گویا که شبانه هنگام خوابروی یعنی با صورت میگیرد. از همین نقطه نظر ما میگوییم که انسان همیشه میبایست که معیار خواب را گیرد و خوابی کنده کنده نباشد، خوابی آرام، عمیق و بصیری خواب کند. در این دنیا یکی است که از همه به ما نزدیکتر است، از هر کس شما را بهتر میشناسد و با وجود همه عیبها شما را به جان دوست دارد. اوست که میتواند هر چی خواهش دارید به منت برآورد یا دست آزارش را کوتاه کند. عجب آن که اگر با این یکی دوست شدید، اهل دنیا همه با شما دوست خواهند شد. این یار فداکار عقل شماست.
نکروز از ناحیه عینی می نویسند که فرزندم 3 سال دارد و از همه کس و همه چیز می ترسد. از ترس زیاد تنها بودن نمی تواند. چگونه ترس را از وجود او برآوریم؟ خواهش میکنم کمکم کنید. با چه سبب باید ترسو شد؟ کی او را ترسو کرد؟ به این سوال ها جواب جستجو کردن ضرور است. خانه‌خواه معلوم می شود که اطرافیان باعث می گردند. اطرافیان آنها را با هر گونه واقعا انگیزه ها می ترسانند. زیرا کودکان 3 ساله کودکانی خیلی شوخند. کودکانی حسی معرفتیشان که بیدار می شود و بسیار با سوالهای خیلی سختی خاراکتری فلسفی داشته اشان به کلانسالان می دهند و به صبری کلانسال ندانستن جواب به سوال کودک آنها را با هر گونه راه ها می ترسانند تا که کناره شوند، دوری جویند از کودک و بنابراین سگ را به واسطه سبب می کنند. عجوز کمپیر را می آورند همچون سیمای بد می ترسانند و همین طریق کودک در همین دوره 30 سالی که اکنون دنیا را فهمیده گرفته ایستاده است، ما ابرازهای منفی را خودمان به کودکان در سیمای یک نوع شخصی ترساور می دهیم و کودک ترسو می شود. پیش از همه والدین را باید هشدار داد که نکنند این کار را. سیستم عصبی کودک 3 ساله بسیار هم نازک است و او تیز قبول می کند. هر آن چیزی که کلانسال می گوید او را حقیقت می داند و حقیقت را قبول می کند که این سگ عین زمان می آید تو را واقعا می گزد، عجوز کمپیر می آید و گرفته می برد و همین چیزها کودکان را ترسو می کنند. از همین نقطه نظر ما باید از خودمان جستجو کنیم. سوال پیدا می شود که چی باید کرد که اکنون شده است این کار با عیب کلانسال شده است. این را متخصص به واسطه کار می کند هم با کودک هم با والدین. مثلا چون این کارها را کردن ممکن است. مثلا اگر کودک از سگ بترسد که با سگ او را ترسانده است، در بین بازیچه هایش سگ را پیدا کند و با سگ در همکاری با سگ و کلانسال ابرزی مثبت سگ را نشان بدهد که او وفادار است. من نگرید در درس تطبیقی هیچ کاری نمی کند به تو، نگرید خانه را پاسبانی می کند. نگاه که مثال های زیادی را از حیات آوردن ممکن است که سگ ها چگونه واقعا آدمان را خلاص کردند. مثال های زیادی را، یعنی من گفتنی هستم که کودکان را از ابیکتی ترس دور کردن لازم نیست، بلکه هر قدر که ابیکتی ترس اگر که سگ باشد، هر قدر ابرزی آنها را به صفتی ابرزی مثبت نشان داده در رفتی بازی کردن ها و با بازیچه ها کار کردن و عمل کردن امکانی آهسته آهسته دور کردن ترس فرض کردیم از سگ می شود. کلمه بحران در زبان چینی از 2 بخش تشکیل شده است. بخش اولی آن به معنای خطر است و بخش دومی آن به معنای فرصت. فراز می نویسند که کلانسالان پیوسته می گویند که ما نسل نو از نسل های پیشین کلان فرق داریم. قید می دارند که ما نوابسته از سن و سال زود عصبی می شویم و مغرور و بی صبریم. این اندیشه را شما جانبداری می کنید؟ وقتی که ما درباره نسل کلانسال می گوییم و نسل نورس، همینجا خودش البته تفاوت وجود دارد. آدم کلانسال صاحب تجربه است. آدم کلانسال مشاهده های زیاده کرده است و زندگی را بیشتر و بیشتر درک کرده است. او پستو بلندی های زیادی زندگی را الحال می داند. انی قصد که وی با صبر است. انی قصد که وی تحمل دارد. انی قصد که وی سراسیمه فکر نیست.
و همین طریقه میخواهد که به نسل نورس تلقین کند که همین تجربه را از خود بکن. نسل نورسی که اکنون تشکل مییابد انیق است که حالا در جریان تشکل این خصلت ها، این صفت ها، این خلق، اطراف، اراده می باشد. به این نسل نورس می گفتم گوش بده به کلانسال، سخنش را دون نکن. آن تجربه که آنها می گویند آن را استفاده بر و در همین دورانی که خیلی مشکلات زیاده هست اکنون قامتمان را راست کرده ایم. همچون یک دولت صاحب استقلال امروز قامتمان خیلی بلند است در سطح جهان و اگر باز هم با صبر و با تحمل شده مانیم، مغرور نشویم و من باوری کامل دارم که هنگام گوش دادن به کلانسال و مصلحت و مشورت و نصیحت آنها را گرفتن ما به مقصود میرسیم. در این دنیا یکی است که از همه به ما نزدیکتر است. از هر کس شما را بهتر می شناسد و با وجود همه عیبها شما را به جان دوست دارد. اوست که می تواند هرچی خواهش دارید به منت برآورد یا دست آزارش را کوتاه کند. عجب آن که اگر با این یکی دوست شدید اهل دنیا همه با شما دوست خواهند شد. این یار فداکار عقل شماست. بختاور می نویسند که دوستان، خویش و تبار و حتی همسایگان زیاد احترام می کنند. کوشش می کنند که به من نزدیکتر باشند. فکر می کنم که همه این احترام از پشت دارایی هم است، چون وقت پول نداشتم به خاطر کسی نمی رسیدم. امروز باشد همه در گردم پروانند. چرا انسان ها این گونه‌اند؟ انسان ها گوناگون می شوند و این وابسته به اون است که انسان ها از ابتدا در عائله چگونه تربیت گرفتند و وقتی که در عائله تربیت چنین براه مانده شود که در فرزندان رغبت به چیز، مال، ثروت، پول، دارایی اگر بیواسطه تشکل یابد، آنگاه این به طلبات خود آنها تبدیل می یابد و یک نوع معیار بهادهی به اطرافیان از روی همین چیز، مال، ثروت، پول و دارایی صورت می گیرد. یعنی در مفکوره همین گونه فرزندان در همین شکل تربیه فرا گرفته شده، واقعا معیار بهادهی، ارزش ها منبت همین گونه در جریان حیات می شود. با همین گونه آدمان مناسبت کردن را آنها روا می دانند. رغبت حسیاتی استوار و مستحکم شده است و به طلبات انسان تبدیل یافته هر لحظه قانع‌گردی را می خواهد و بنابراین در حالت داده شده هم آنها همین گونه آدمان را پیدا میکنند که هر وقت طلبات های مادی آنها واقعا یعنی قانع کنانیده شود و ضمنی همین صورت میگیرد. بنابراین نه همه چنین شدنش ممکن. ما همه را زیر همین یک ریشه نباید بهادهی کنیم. ما میتوانیم در این حالت بگوییم که آدمانی هستند که واقعا در سیمای همین آدم نه تنها دارایی‌اش را می‌بیند، معیار بهادهی به شخصیت همین آدم می‌رود. این آدم واقعا خیلی یک آدمی صاحب معلومات است، صاحب خیرد است و در برابر اینقدر ثروت داشتنش نگرید اینقدر آدم حلیم و مهربان است، اینقدر آدم غمخوار است، به اطرافیان با نظر بسیار شفقت و رحمت بیوسته می‌نگرد. آدمان باز از این جهت بهادهی با این خیل آدمان نزدیک می شوند و کاش که اون آدم هم دارا باشد و همین خیل خصلت ها را داشته باشد و هر گونه آدمان با هر گونه معیارهای گوناگونی در وجودش داشته مناسبت را به همین آدم روا می دانند.
مشکلات تا زمانی در حیات ما میماند که ما در دل هراس داریم. همین که ترس و هراس را از افکار خود دور نمودیم، میبینیم که این معما چی به آسانی حل شدنی است. محمد از ناحیه رشت می نویسند که همسرم یک خصلت بسیار ناخوب دارد. او وقت زیادی خود را به تماشای تلویزیون صرف می کند که این باعث نظام میانی ما می گردد. هرچند به او می فهمانم که این کارش خوب نیست، ولی نمی فهمد. با او چگونه مناسبت کنیم؟ حالتی که این زمان مشاهده کرده می شود، اگر یک دیده برایم، اونگاه اگر این از دهات باشد یا از شهر باشد، حالت ها اندکی گوناگونند. مثلا نگیریم کمتر وسیع‌تر مسئله را اگر تحلیل کنیم، در خانه های شهری حجره های خردی هستند. هر یکی به کار می رود، در خانه مثلا مادر فرزندان می شود و یگانه واسطه اساسی معاشرت هم صحبت آینه نیلگون است. یگانه منبع اخبار آینه نیلگون است. چی در تماشای فیلم ها، چی در تماشای اخبار گرفتن یک معلومات ضروری، یگانه سرچشمه برای این شخصی که در خانه ایستاده است، یگانه سرچشمه معلومات گیری است. خب پس ما همین سرچشمه را چی نوع استفاده بردن یاد گرفتن من ضرور. و اگر ما از حد زیاد استفاده ببریم و در حالت داده شده هم همین گونه است که مادر عزیز یا خواهر عزیز ما از بودش زیاد وقت را به تماشای واقعا همین آینه نیلگون بند میکند. از اینجا برمی آید که این خواهر عزیز ما نقشه معین کاری در خود خانواده دارد یا ندارد. این را باید اندیشه کند. تماشای آینه نیلگون باید در نوبت دوم یا سوم فرض کردیم گذاشته شود. اما مسئله های حل طلب داخلی خانواده، فرض کردیم که صبح اگر که آماده نمودن کودکان به باغچه یا به مکتب و غیره باشد و بعد دیگر مسئله های گوناگونی واقعا خانوادگی اگر به وجود آید، آنگاه بعد انجام دادن همه گونه مسئله های گوناگونی حل طلب به خانوادگی وقت معین را به تماشای بگذار سینما یا فیلم های گوناگون یا اینکه و غیره از روی نظام و وقت معین تقسیم بکند. یک کمبودی اساسی امروزه خانواده ما این همین یک رژه معین، یک نظام معین کار را نداشتن است. یعنی ما نقشه نداریم، رژه نداریم، همه کار ما وابسته به مجرای پیدا شده صورت میگیرد. این بر غلط است. وقتی که ما همه فعالیت خودمان را به نقشه میگیریم، آنگاه ما دلخواه کارهای پیدا شونده با ما ضرر معین را نمیرسانند. نشاید از اینجا هم بی‌واسطه دغلی کرد، نشاید در اینجا همانا به سراسیمه فکری رفت و اصولهای زورآورانه را استفاده برد، معاشرت ناسالم کرد، بلکه در یک دایره محدود خودتان ضمن انمین تحلیل ها و عاقبت های رفتار که او کرده است با او فهمانده دهید. من باوری کامل دارم که شخص عاقل یا این خواهر عاقل ما این را درک میکند. خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، با کتاب‌های خوب و یا دوستانی که صاحب کتاب باشند. بیننده های عزیز، یادآور میشویم که برنامه روان درمانی برنامه خود شماست و شما میتوانید طول هفته سوالهای خود را طریق SMS پیام به عنوان برنامه ما روان نمایید. به همه سوالهای شما روانشناسان ما حتما پاسخ میگویند. سلیمان مینویسند که من آموزگارم، تا درجه عصبی میشوم که چی کار کردنم را درک نمیکنم. چی طور خود را اداره کردن را آموزم؟ در حقیقت
کار کردن با کودکان سن و سالشان گوناگون کاری سهل و آسان هم نیست. از همین نقطه نظر شخصی که واقعا آموزگار شدنی است، از نقطه نظر علم روانشناسی یک صفت خیلی مهم را باید داشته باشد و این هم باشد انسان دوست باشد. کودکان را دوست دارد و وقتی که انسان کودکان را دوست می دارد، یعنی نورسان را، شاگردان را دوست می دارد، همچون انسانی که در دوره های گوناگون سن و سالی قرار دارد و هر یک دوره سن و سالی خصوصیت های نو به نوی پسیخولوژی در او به وجود می آید، بحران های گوناگون سن و سالی به گرفتار می شوند، سیستم مناسبت ها هم تغییر می یابد. استاد هم با در نظر داشت همین دیگرگونی های آناتومی و فیزیولوژی و اجتماعی و پسیخولوژی شاگردش مناسبت کردنش یاد گیرد. اگر همین ها را به حساب نگیرد، انسان دوست نباشد، شاگرد دوست ندارد، شاگرد را چی نوعی که هست همون خیل دوست دارد، دیگر خیل نه، او طبیعتش همین است، او را همین گونه دوست دار چی نوعی که هست. این کاری او را سهل و آسان میکند، او به عصبانیت گرفتار نمی شود. این یک طرف مسئله. طرف دیگر این مسئله از آن عبارت است که خودی همین استاد چگونه شکل معاشرت را، کدام اسلوب معاشرت را در همین صنف با خوانندگان براه مانده است. اصول زورآورانه را، اصول ترساور را، اصول فشاردهی را، اگر همین خیل اصول ها که باشد، خانه‌ها عکس العمل از جانب شاگردان گوناگون می شود و خانه‌ها به عصبانیت خود استاد می برد. یعنی این معنا را دارد که اسلوب معاشرت را استفاده نبرده است. با این طرز آنی که چی نوع من گفتم همان خیل بگوی، چی طوری که در کتاب گفته شده است همان خیل تعریف را بگوی، ما کودکان را فقط به طور قاری از یاد کردن متن میبریم، به بلبلوار از یاد کردن متن میبریم، ولی مضمون را نمیفهمد. تفکر ایجادی نیست، تفکر مستقل را تشکل نمیدهیم. بنابراین اگر چنین شکلی مناسبت باشد، پس احتمالیت عصبانیت بلند شدن نی استاد از این اصول، از استفاده همین اصول نامطلوب نیز وابستگی دارد. پس کدام اسلوب را پس می باید استفاده برد؟ اصول دموکراتی تعلیم را استفاده برد، یعنی به همکاری رود. خواننده از او دوری نجوید. خواننده تواند که من استاد میرم، استاد من را قبول میکند، اما در اسلوب یکم قبول نمیکرد. در اسلوب دوم همیشه مشورت و مصلحت استاد با شاگرد است، یعنی شخصیت او را میپسندد، او را احترام میکند، همیشه با او هم صحبت و واقعا هم فکر شدن را به واسطه کوشش میکند که پیدا نماید. برای آن که به مقصدهایمان برسیم باید یک چند قربانی ها کرد. قوت و وقت خود را دریغ نداشتن، یک چند عمل ها را به خود محدود ساختن. بعضا چنان حالت می شود که می خواهی همه را به حالش گذاری و از آرزوی خود دست کشی، لیکن در این حالت به خاطر آر که چقدر برد می کنی اگر راحت را دوام دهی و چقدر بای می دهی اگر تسلیم شوی. مفتونه خالова менависанд ки фаромӯшхотирӣ азиятам медиҳад. ашёҳоро фаромӯш мекунам ки дар куҷо гузоштаам. ин ҳолати ногувор нигаронам кардааст. واقعا
این روزها چه مسئله ها تو را تشویش می دهد؟ چگونه معماها داری؟ چگونه مسئله های گوناگون حل طلب داری؟ یا وی عائلوی است، یا شخصی است، یا بیماری است و غیره. انسان در طول این معماهای حل نشده که مغز سری ما همیشه هر روز بند آن است، سیستم عصبی ما خسته نمی شود، مانده نمی شود، کارشایم نمی گردد، البته تأثیرش می رسد و از همین لحاظ وی می تواند به یکی از روندهای اساسی مهمی انسان خاطر تأثیر معین خود را گذارد و انسان نمی تواند به طوری باید و شاید هر گونه انگیزه را در حالت داده شده قبول می کند، ولی تأثیرش خیلی سست آثار می گذارد در مغز سری ما و لحظه پس که گذرد این آثار تأثیرش پست در خاطر ما امکان نمیدید که آن را از نو به خاطر آوریم، از نو حاصل کنیم. در بین به خاطرگیری و از نو حاصل کنی انمین حالت سیستم عصبی ما تأثیرش را میگذارد. بیننده های عزیز، بخش دلیل های جولی با مدای پخش است. پس از چند لحظه ادامه می دهیم. در دهان انسان 40,000 باکتریا ها موجودند. دندان یگانه قسم بدن انسان است که قابلیت برقرار شوی ندارد. قوه در یک روز استحصال نموده ارگانیسم انسان برابر با نیروی تلفن های تمام دنیا است. حجم باکتریا های ارگانیسم انسان زیاد از 2 کیلوگرم را تشکیل می دهد. مشک های چشم انسان در یک روز 100,000 مراتب حرکت می کنند. عالمان اثبات نمودند که حتی حادثه های مثبت از جمله ختم دانشگاه، خانه‌دار شدن و یا گذشتن به کار دیگر هم می تواند انسان را به افسرده حالی بیارد. برای انسان کلمه زیباتر از نام او نیست. از این راه هنگام شناسایی باید نام را به خاطر گرفت، نه کسب یا وظیفه. این راه یگانه برقرار نمودن مناسبت های خوب است. انسان خود را در حالت خوشبخت و موفق احساس می کند که اگر معنی سری او پیوسته به کار بند باشد. آدمان 30% وقت خود را برای آرزو صرف می کنند. نود فیصد بیماری ها از سبب حالت بد روانی سر می زنند. حجره های بدن انسانی که افسرده حالی شدید را سر گذرانیده است، از جهت بیولوژی زود پیر می شوند. حادثه های در خاطره بوده حجره های بدن انسان را اداره می نمایند. از این رو حالت های منفی در خاطره جای داشته باعث پست گردیدن بنیه آدمان می گردد که عاقبت های آن به همه معلوم است. بیننده های عزیز، ادامه برنامه روان درمانی است. نفر می نویسند که در سرم فکر و اندیشه های زیادند ولی آنها را به کسی گفته نمی توانم. انسان نقشه های معین را می کشد. اون نقشه های زیادند. شاید خام باشند، شاید حالا منظم و مرتب نیستند، شاید آنها حالا عملی نگردند و بنابراین نشاید آنها را هم گفتن ضرور باشد، ولی باز مسئله های وجود دارند که آنها برای حل کردنشان مصلحت میخواهند، مشورت میخواهد. آنگاه حتما بیواسطه نه به هر کس بلکه به آن نفری که متخصصی همین ساحه است، صاحب تجربه همین ساحه است، در حل همین مسئله او با صلاحیت است و او
از او کمک گرفتنش ممکن است. چرا نگوید؟ انسان ضمن مشورت به نتیجه می رسد. عقلها را عقلها یاری دهد، مشورت ادراک و هوشیاری دهد. اگر چنین باشد پس می بایست که انسان بداند که چگونه مسئله ها را در حالت داده شده باید گفت و چه ها را که خامن در خزینه عقلم در خاطرم باید نگاه دارم. ما دو دوست داریم، یکی خودمان و یکی دیگران. دو دشمن هم داریم، یکی خودمان و یکی دیگران. دوست و دشمن ساختن بر خود ماست. امروز به سوالهای شما پاسخ گفتند روانشناس محمدالله دولتов. بیننده‌های عزیز، یادآور می‌شویم که برنامه روان درمانی برنامه خود شماست و شما می‌توانید طول هفته سوالهای خود را به عنوان برنامه ما روان نمایید. به همه سوالهای شما روانشناسان ما حتما پاسخ می‌گویند. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. تا دیدار دیگر، سلامت باشید.